دولت‌های مسلمان توی مجامع و توی اظهارات و اینها محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن، بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن. این کافی نیست. بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنن. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینها نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه. روابط سیاسیشون رو لااقل برای یه مدت محدود، فرض کنید تا 1 سال یا کمتر یا بیشتر، قطع کنن اگر میخوان این جنایات انجام نگیره، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه. این کار وظیفه اونها.